درود بر شما دوستان گرامی، به چینل دنیای معلومات خوش آمدید. اگر بار اولتان است که چینل دنیای معلومات را تماشا میکنید، فراموش نکنید که چینل را سابسکرایب کرده و زنگوله را بزنید تا از ویدیوی بعدی ما باخبر شوید. دوستان عزیز، امروز میخوایم در مورد یک اپلیکیشنی صحبت کنم که توسط آن اپلیکیشن شما میتوانید در هر جایی که بخواهید رایگان صحبت کنید. دوستان این اپلیکیشن بسیار یک اپلیکیشن خوب است و شما میتوانید که این اپلیکیشن را از پلی استور تلفنتان دانلود کرده و بعد از آن استفاده کنید، یا هم من لینک این اپلیکیشن در دیسکریپشن براتون میمانم و بعد از آن شما میتوانید بالای لینک آن اپلیکیشن کلیک کرده و دانلودش کنید. خب دوستان، میریم روی پلی استور تلفن و در بخش سرچ بار نوشته میکنیم که فری کال. بله دوستان، بعد از آن بالای سرچینگ کلیک کرده و در اینجا دوستان شما میبینید که اپلیکیشن بسیار زیادی است، اپلیکیشن های بسیار زیادی است که اکثریت اینها قابل استفاده نیست و اپلیکیشنی که ما امروز میخوایم براتون به معرفی بگذارم اپلیکیشنی فری فون کالز فری تکستینگ SMS. بله دوستان، این اپلیکیشنی است که ما میخوایم امروز براتون معلومات دربارش بدم و این اپلیکیشن 543 که ویور داره و 38 MB وزن یا حجمش است. دوستان این اپلیکیشن بسیار اپلیکیشن خوبی است و امروز میخوایم برایتان معلومات بدم که چطور میتوانید از این اپلیکیشن استفاده کرد. خب دوستان، ما این اپلیکیشن رو اینستال میکنم و بعد منتظر میشیم تا اینستال شوه. بله دوستان، بعد دوباره برمیگردم روی این اپلیکیشن، میبینیم در اینجا که یک برنامه جدید اینستال شده به نام تینگ تونگ. خب این اپلیکیشن بالایش کلیک کرده و صفحه اول را ورق زده، صفحه دوم همچنان و بالای صفحه سوم شما ببینید Get Started. بله دوستان، بالای Get Started کلیک کرده و در اینجا میخوایم که باید راجستر کنیم. در بخش دوم شما میبینید sign up already have an account. اگر شما قبلا یک اکانت داشتین میتونید که اکانت خود باز کرده و اگر نه میتونید که اینجا sign up کرده یعنی راجستر کنید. شما میتونید به دو طریق اینجا راجستر کنید، یکی از طریق شماره تلفنتان و دومی از طریق جیمیل. اگر از طریق شماره تلفن میخواین که sign upش کنید یعنی راجستریشنش انجام بدین، باید که فراموش نکنید که کد کشور را اول از بالا انتخاب کرده و بعد نمبر را وارد میکنید. و هم از طریق ایمیل میتونید در اینجا بالای ایمیل کلیک کرده و در بخش دومش کلیک کرده و نیم و ایمیلتون را وارد کرده و دوباره بالای کانتینیو کلیک میکنید. بله دوستان، میگه که اگر امی ایمیل شما باشه ما میخوایم که به این ایمیلتون کد روان کرده تا مطمئن شم که ایمیل شماست. بله دوستان، خب بعد از این شما ببینید که ما اکتیو شدیم، اکتیویت ناو، یعنی این صفحه اصلی امی برنامه تینگ تونگ است و شما میبینید که از اینجا شما میتوانید که تکست یا امان SMS به هر شماره که بخواهید بفرستید. دوستان این یک برنامه است که در جاهایی که طرف مقابل اینترنت نداشته باشه شما میتوانید که به گوشه های ساده شان زنگ زده از اینجا نمبر گرفته، یعنی نمبر امو تلفن های ساده شان را میگیرین. کد کشور فرق نمیکنه، اگر داخل افغانستان هم باشید باید کد کشور انتخاب کرده بعد نمبر را دایر کنید و اگر نه کار نمیده. خب دوستان، اینجا شما میتوانید که نمبر را دایر کرده و بعد زنگ بزنید. دوستان و در این بخش دوستان شما میبینید که get your first phone number. در اینجا دوستان شما میتوانید که نمبرهای کشورهای خارجی را خریداری کرده و بعد شما اگر از طریق این نمبر به هر شماره زنگ بزنید در آنجا نمبری که شما از اینجا خریداری کرده مثلا یا نمبر استرالیا، آمریکا، کانادا، هر جایی که باشد در آنجا همون نمبر وارد میشه و طرف فکر میکنه که شما از کشورهای خارج زنگ زدین.
حتی اگر شما داخل افغانستان یا هر جایی باشید یا در هر کشور اروپایی دیگه باشید میتونید از اینجا نمبر خریداری کرده و زنگ بزنید. و در بخش آخر مور، بالای مور شما میبینید دوستا اکانت بلانس. دوستا بالای اکانت بلانس اینجا اکانت شما رو نشان میده و در پایین گیت فری کردیت، بالای گیت فری کردیت کلیک کرده از اینجا شما دوستا میتونید که کردیت جمع آوری کنید. دوستا فقط 2 یا 3 دقیقه شما میتونید روزانه بالای اپلیکیشن آمده و براتون کردیت جمع آوری کنید. دوستا از طریق فری آفر کردیت گاهی اوقات از اینجا میتونید کردیت جمع آوری کنید. همچنین از طریق دیلی چکینگ شما میتونید که کردیت بالاش کلیک کرده و بعد کلیک این ناو یک کردیت از اینجا به دست بیارید. و در پایین بازم I'm feeling lucky بالای کلیک کرده و از اینجا همچنان میتونید که کردیت به دست بیارید دوستا. و در پایین شما میبینید که یک باکس است و بالای باکس کلیک کرده و از اینجا هم کردیت به دست بیارید دوستا. و در بالا شما واتچینگ ویدیو شما میتونید از اینجا همچنان کردیت به دست بیارید، اما ما فعلا نمیخوایم که واتچینگ ویدیو را بالاش کلیک کنم چون وقت میگیره. شما اگر اینستال کردین میتونید از اینجا بعد به طور مکمل اپلیکیشن را ببینید دوستان. بعد دوباره بالای باکس کلیک کرده و کردیت میگیریم دوستان. روزانه 6 تا 7 کردیت شما میتونید از اینجا بگیرید و بعد از آن میتونید که به شماره های تلفن ساده شما میتونید زنگ بزنید. نیاز به این نیست که در آن طرف اینترنت باشه یا نه. و دوستا این اپلیکیشن خوبی دیگر هم داره که شما میتونید کال ریکاردینگ کنید. زمانی که زنگ میزنید میتونید که تلفن تان را یا همه صدای تان را ضبط کرده، یعنی دو طرف صدایش ضبط میکنه براتون. بله دوستا فراموش نکنید که اگر از ویدیو خوشتان آمد لطفاً چینل را سابسکرایب کرده و زنگوله را بزنید تا از ویدیوی بعدی ما باخبر شوید دوستان. و برای حمایت از ما فقط کافی است که ویدیو را لایک کرده و با دوستانتان شریک سازید.